هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بنده های خوب خدا، هم نفسای نازنین یاد خدا، الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین، زیر سایه قرآن و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. هممون زندگی های خوب و رو به رشد و تعالی و کمالی رو در حال تجربهش باشیم انشاءالله. به دعای همه اهل بیت، شهدا، صلحا، امامان، امامزادگان، از جمله امامزاده موسی مبرقه عزیز در شهر مقدس قم که محضرشون هستیم و 40 نفر از نوادگانشون که این ذریع مربوط به نوادگانشون میشه، انشاءالله برامون دعا بکنن و ما هم زائری باشیم که مایه افتخارشون باشیم. شما هم انشاءالله قسمتتون بشه زیارت با معرفتشون، برای ما هم دعا بکنین که اینجا هستیم زیارتمون از نوع با معرفتش باشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شما که اینجا تشریف میارید امامزاده موسی مبرقه در شهر مقدس قم، هم ایشان رو زیارت میکنید، هم از 40 نفر از نوادگانشون، هم یه چند قدم اون طرفتر امامزاده زید رو زیارت میکنید که از نوادگان حضرت امام سجاد علیه السلام هستند. خیلی دست پر از این بقعه شریف، از این مکان مقدس خارج خواهید شد انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. استاد رمزی اوحدی، خیلی خوش آمدید، خوشحالیم از زیارت. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی همکارانتون و بینندگان محترم عرض سلام دارم و برای اونها نیکبختی دو دنیا رو از خدای بزرگ می‌طلبم. زنده باشید. چه دعای قشنگی، ان شاءالله در حق هممون مستجاب بشه به نفس پاک و حقتون. خب ما محضر نهج البلاغه هستیم همچنان و عرضم به حضور شما که میدونید دیگه نهج البلاغه هم دومین گنجینه معارف الهی است که دست ما مسلمان هاست بعد از قرآن کریم. محل رجوع همه مسلمان ها بعد از قرآن کریم نهج البلاغه است که اخو القرآن معروفه، مشهوره. و حالا راهکارهای تربیتی رو ما داریم آموزش میبینیم به بیان استاد رمزی اوحدی عزیز و این نوبت هم عمدتاً مسائل مربوط به صبر و بردباری و حلم و اینها رو قرار بشنویم ظاهراً. بله بفرمایید. از مسئلتون که یکی از مهمترین بخش هایی که لازم هر کسی داشته باشه و یک عامل سربلندی و موفقیت افراد محسوب میشه میزان صبر و حلم اوناست. البته در معنای لغوی صبر با حلم فرق داره. صبر و حلم اگر کسی داشته باشه به یه معنا تو تمام صحنه‌های سخت زندگی میتونه عبور بکنه. چگونه بایستی صبر داشته باشی؟ چه تو رانندگی، چه تو هر شغلی، هر کجا که طرف صبرش لبریز میشه یا از کوره به در میره غالباً مصیبت برای خودش درست میکنه. من الان یه سوالی میپرسم از بینندگان محترم، تو شهر شما الان چند نفر تو این زندان ها وجود دارن که به خاطر نبودن همین عنصر صبر و حلم الان منتظرن که قصاصشون کنن؟ شبا تو خلوت خودشون گریه میکنن، 1000 بار بعضیاشون خودشون رو سرزنش میکنن که ای کاش موقع عصبانی نمیشدن و تا صبح همینجوری قصه روی قصه. البته این قصه رو به دیگران هم منتشر کردن، از جمله پدر و مادر و فرزند، اونام ناراحتن که چند وقت دیگه این آقا رو قصاصش میکنن. که اگر اهل صبر و حلم و بردباری بود این فاجعه رو درست نمیشد. حالا همه جا منجر به قتل نمیشه، درگیری میشه دیگه. شما تشو فرمودید. بله دیگه کمتر بیشتر. اینا قصه آوره. یعنی یکی از گره های روحی بشر امروز اینه که باید یاد بگیره این مهارت رو. یه پدر و مادر تو بخش تربیت وقتی صبور نباشه و حلیم نباشه نمیتونه کارو پیش ببره. بله البته از دست انسان در میره، ولی بالاخره یه مهارتیه دیگه. ما رفتیم رانندگی رو مهارتش رو یاد گرفتیم. بله.
بله یه 4 دفعه هم تا بخوایم راه بیفتیم به در و دیوار زدیم دیگه، نتونستیم دنده رو خوب جا بزنیم. خب طرف مثلا خانم پیش مادرش رفته مهارت آشپزی رو یاد گرفته، خیاطی رو یاد گرفته، یا 2 دفعه بالاخره غذا رو آدم میسوزونه تا آشپز بشه. بحث تربیت جناب آقای قوامی با این زاویه ذهنی اگر ما بخوایم وارد نهج البلاغه بشیم، مملو از تیترهای تربیتی نهج البلاغه. بعد اینا رو نشست استحصال کرد. البته همه فرمایشات تربیتی حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه نیامده. در کتابای دیگه هم هست. مثلا خطبه بدون نقطه امیرالمومنین تو نهج البلاغه نیست. خطبه بدون الف حضرت نیست. بقیه خطبات حضرت در کتابای دیگه هم هست. قبل از نهج البلاغه که جناب سید رضی 1000 سال پیش زحمت کشیدن نوشتن هست. قرآن الحکم حدود 11,000 خورده هم کلمات کوتاه امیرالمومنین علی علیه السلام که موضوع بندی هم شده. اونجا هم کلی مطالب زیبا و لطیف تربیتی و روانشناسی هست. بله. 1400 سال موضوعات روز روانشناسی ما رو حضرت اونجا مطرح کرده. یکی از شکننده ترین مسائل تربیتی هم مبحث صبر و حلمه. حضرت در کلمات قصار نهج البلاغه قصار 207 میفرماد ان لم تکن حلیما فتحلم. اگه حلیم نیستی خودتو بزن به حلیم بودن. دیدید میگن که تو روزه امام حسین یه عده گریه میکنن، یه عده گریهشون نمیاد میگن چه کار کنید؟ تباکی کنید. یعنی چی؟ یعنی خودتو بزن به گریه، یعنی دستو اینجوری کن. دیدید دیگه مثلا طرف گریه نمیکنه ولی حالت گریه رو میکنه. حالت گریه. حضرت میفرمایند تو ممکنه حلیم نباشی ولی فتحلم، خودتو بزن به. یعنی چی؟ یعنی اینکه نقشش رو آروم آروم تکرار کن، مرور ذهنی کن. مثل همون تباکیه، گریت نمیگیره، اون حالت رو در بیار. یعنی شما آروم آروم تمرین کنی صفت رو به دست بیاری. چرا؟ چون بالاخره انسان با دست انداز مواجه میشه دیگه. تو همش که نمیشه عصبانی بشی. الان یه نفر توی خیابون ماشین یوهو اومد گرفت فرمون این طرفی، باعث شد منم برم اون نزدیک بشه بخورم به یه نفر دیگه، اعصابم خورد شد، اومدم کماف سابق 2 تا بار این راننده کنم. اینجا میخوام الان حالت بردبار نیستم، اما حالت بردباری رو چجوری باید؟ حالت بردباری یکی از اون شکل‌های به دست آوردنش اینه که انسان با خودش تو ذهنش مرور بکنه سرگذشت اون کسایی که صبور نبودن. چند لحظه پیش عرض کردم تو زندان‌ها اون لحظه به این فکر کنیم. بله، انسان تو ضمیر ناخودآگاهش وقتی که به یه موضوعی بپردازه، توی صحنه وقتی قرار گرفت، اون ناخودآگاه به خودآگاهش منتقل میکنه اون ذخیره ذهنی رو. یعنی شما وقتی یه داشته ذهنی دارید، یه ذخیره ذهنی دارید، مرورش کردید، به قول آقایونی که اخلاق میفرماین ملکه شما شد تو ذهن شما. دیدید تو این کانالا میگن سنجاق کردن اون بالای بله. وقتی تو ذهنتون سنجاقش کردید، مرور کردید، تثبیتش کردید، تو اون صحنه میگید وای من الان یه چیزی بگم، وقتی عصبانی نشه هم دیگه رو بزنیم، یکی هم دیگه رو نفله کنیم، آقا ولش کن داداش برو صلوات بفرست، کنار میاد. اما وقتی کسی ذخیره نداره چی؟ مرور نکرده، سنجاق نکرده. یکی از راه‌های به دست آوردن همین حلیم بودن فکر کردنه. حالا من راه حل‌های دیگر که تو دستورات ما اومده، درمان خشم چیه؟ وقتی ما درمان خشم رو انجام بدیم میرسیم به مرحله صبر و حلم. ولذا پدر و مادری که صبرشون کمه، مدیر کلی که صبرش کمه، این باعث این میشه که این نیروها و این بچه‌هایی که با این دارن کار میکنن از اون ناراحتن. چون ناراحتن وظایفشون هم خوب انجام نمیدن. حرف درستم بزنی نمیپذیرن. چرا؟ چون تند داری برخورد میکنی. خیلی راحت یه ماشینی زیاد تند بره چی میشه؟ چپ میکنه. خیلی واضحه. مثلا اصطلاح تند رو چپ میکنی. چپ میکنه. خیلی راحت چپ میکنی. آقا شما
تو محیط همسایگی، فامیلی، همکاری، محیط خانواده مخصوصا بخوای تند بری چپ میکنی یعنی مقبولیت رو از دست میدی. مقبولیت رو از دست میدی، فردا این پسر شما، دختر شما میخوای یه نکته تربیتی، میخوای پیام‌های تربیتی رو منتقل کنی، بله. شکل‌های مختلف، نمیپذیره، حرف درستتو نمیپذیره، چون از شما ناراحته، رمیده شده، اوقاتش تلخ شده. پس اولین مرحله اینه که شما خودتو به تحلم بزنی. نکته دوم اینه که نکته دوم اگر اجازه بدین نگه داریم، مرحله اول برای اینکه ما آدم صبور و بردباری بشیم یا به تعبیر شما حلیمی باشیم اینه که خودمون رو به بردباری بزنیم و حالت بردباری به خودمون بگیریم با راهکارهایی که فرمودین. اگر اجازه بدین فاصله بگیریم برگردیم بیایم به نکته دوم رو که ببینیم چه باید بکنیم. بفهمید. واقعا صبر، بردباری و حلم یکی از بزرگترین نعمت‌های خداست که الهی که خدا به هممون بده، هرچند که خودمونم در مسیر دریافت این نعمت باید قدم‌هایی رو برداریم که استاد رمزی اوحدی دارن این نکات رو می‌فرمایند و من خودم دارم استفاده می‌کنم. ان شاءالله که بتونیم به کار بگیریم. بسم الله. عرض کردم که مرحله اول همون بحث این بود که ما خودمون رو به اون نقش بزنیم و یه ذخیره ذهنی تو این زمینه برای خودمون داشته باشیم یا یه آرشیوی داشته باشیم. آره. چرا؟ چون قرآن میفرماد ببینید عاقبت مفسدین رو، ببینید عاقبت ظالمین رو. اصلا کلمه عاقبت رو اگر شما تو قرآن جستجوش رو بزنید، یه حجمی از آیات قرآن داره به ما این نقش رو تصویر میده که نگاه کن یعنی تصویر داره. ببین عاقبت ظالمین رو، ببین عاقبت مفسدین رو. این کلمات اومده. این که میفرماد قول سیرو فی الارض، برو زمین رو بگرد، تاریخ رو بخون، ببین، فنظر. چی رو ببین؟ ببین اینا که اینجوری نقش داشتن، این نقش تندخویی، این چه مرحله‌ایه که تو برای خودت انتخاب کردی و تو این نقطه گندیده ایستادی. وقتی یه آدمی که انقدر عصبانیه، این یه گندیدگی درونی داره. این بوی گندیدگیش رو اون طرف مقابل متوجه میشه. چجوری متوجه میشه؟ اون تنفری که تو او ایجاد کردی. این بوی اون گندیدگی درونی اینه به واسطه صفت خشمش. درمانش صبره. یکی از راهاش اینه که انسان از خدای بزرگ که ید الله فوق ایدیهم هست و فرموده دعا کنید اجابت میکنم، با دعا انسان صبر بخواد که تو مفاتیح الجنان دعاهایی بله تو خود قرآن هم هست. دعاهایی که مرتبط به صبر هست. اون کسایی که به این درد سر مبتلا هستن، ترجیبند دعاشون و رکن دعاییشون باید درمان خودشون باشه، باید دعا کنن برای صبرشون. بنده یک کسی رو سراغ داشتم، مادری بود، عصبانی شد، سر سفره بچه 4 سالش رو با کفگیر زد جلوی سر بچهش. بعد تو بیمارستان کنار یکی از اقوام ما بود. گفت دیدم بچه‌م یه 2-3 قدم رفت دیگه نمیبینه و بچه جفت چشاش کور شده بود، آورده بود بیمارستان واسه این ضربه‌ای که زده بود. ببینید یه مادری که عصبانی، صبر نداره چه به سر بچه در آورده؟ جفت چشمای بچه کور شد. ای داده بیداد. باید اینجوری هزینه ما بدیم تا عبرت بگیریم که صبر لازمه به عنوان ابزار مؤثر در تربیت. چرا انبیاء الهی انقدر صبور بودن؟ به خاطر اینکه لازمه کار تربیت صبره، حلمه. میدونین به چی داشتم فکر می‌کردم؟ به اینکه اگر آدمی اهل حلم و صبر باشه اصلا دیگه به اون نقطه اوج غضب و خشم نخواهد رسید که بعد حالا توی اون مرحله بخواد یه کار سخت‌تری بکنه که اونم خویشتن‌داری و کظم غیظه. توجه چی میگن؟ بله. یعنی یه برکت اینجوری هم خواهد داشت. بله. به ظرافت اشاره فرمودید. خیلی متشکرم. میخوام اینو عرض بکنم که پس صبر، چرا ما به این موضوع پرداختیم؟ یکی از شاخ کلیدهای موفقیت در تربیت. جناب آقای قوامی، سند سرافرازی یه خانواده تربیت بچه هاشه. بله بله. اعتبار شما تو دنیا به تربیت بچه هات. اینکه شما چقدر آدم قوی هستی تو مباحث تربیتی
تو تربیت بچه‌هات نشون داده میشه، انعکاسش اونجاست. بله این آقا میلیاردره، اما همه فامیل دوستان میگن نگاه کن چه بچه‌ای تربیت کرده. اون ثروت آبرو بهش نمیبخشه. اون نقص تربیتی که نسبت به بچه‌هاش داشته و بچه‌هاش فاسد شدن باعث کسر شخصیت این آقا میشه. اون پوله نمیتونه اون اعاده بکنه حیثیت رو. هر کجا میرن میگن بابا ثروت داره ولی ببین بچه‌هاش چقدر فاسدن. ببینید سند اعتبار ما تربیت فرزندانمونه. تو قیامت هم ممکنه آبروی ما رو ببرن بچه‌های ما. پس باید یاد بگیریم این ابزاری که می‌خوایم بچه‌هامون رو تربیت کنیم چیه. تو جلسه قبل ما اشاره کردیم خطبه 224. این جلسه داریم در تا با صبر صحبت میکنیم. چند جلسه ما باید صحبت بکنیم و ما میخوایم تو یه جلسه تمامش بکنیم. لذا حضرت میفرمایند این شاه کلید موفقیت شما، سند سرافرازی شما. دیدید بعضی از خانواده‌ها از نظر مالی تمکنی ندارن ولی بچه‌های خوبی ان. آره. همه فامیل میگن وای ببین چه بچه‌هایی داره، سرش بالاه. این سند اعتبار ما تربیت بچه‌های ماست. خب اون ابزاری که ما نیاز داریم برای اینکه به تربیت برسیم یکیش همین صبر والدین. چه کار کنیم اینا رو به دست بریم؟ یکیش دعاه. مثلا دعای اول شب اول ماه رجب رو نگاه کنید، یه سری صفاتی رو از خدا میخوایم، یکیش هم صبر. و تو دعاهایی که اومده پس یه کسی که مشکل این چنینی داره باید پس بره سراغ دعا. یکی دیگه این که عارف حکیم بزرگ حضرت آیت الله العظمای بهجت رحمت الله علیه میفرمان کسی که خیلی غضبناکه به نیت رفع غضب صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینم یه درمان. اینا بخش اذکاریشه من دارم عرض میکنم. یکی دیگه تو روایت‌های ما اومده موقعیت خودتو تغییر بده، فاجعه درست نکنی. مثل اون مادری که با کفگیر زد تو سر بچه رو کور کرد. خوب شد اینجوری؟ تا عمر داری این قصه جگرتو پاره میکنه که من چرا عصبانی شدم این بچه رو نابودش کرد. پس یکی از اون راه حل‌ها هم موقعیت خودت رو تغییر بده. اینم حدیثه. یعنی مثلا اگه نشستی بلند شو بایست، اگه ایستادی بنشین. توی یه روایت دیگه داریم آب بخورید. باز دوباره داریم که بدخوابی باعث به هم ریختگی روان میشه و طرف پرخاشگر میشه. اینا که خواب منظمی نداره. دیدید شب طرف خوب نخوابیده، روزش هم زود از کوره به در میره هم تمرکزش از دست میده، بی حوصله است. مادر مثلا شب بچهش مریض بوده بیخوابی کشته، صبح میخواد بلند شه، ظهر میخواد غذا بپزه، یه غذای سنگین درست نمیکنه، حوصله نداره چون خوب نخوابیده. مثلا قرمه سبزی نمیذاره، میگه ولش کن حالا بذار یه املتی درست کن، چون حوصله نداره. چرا حوصله نداره؟ این علتش ریشش برمیگرده به بدخوابی دیشبش که بچه مریض بوده، بچه رو پرستاری میکرد. پس یکی از علتهای بروز خشم اینه که انسان درست بخوابه، به موقع بخوابه، رو قاعده بخوابه. این هم یکی از اون راه حلاست. یکی دیگه مولا امیرالمومنین میفرمان اگر کسی خشمگین شد و پشیمون نشد دیوانه است. عجب. یه نوع دیوانگیه، جنون دیگه رسیده. جنونه. این خیلی اوضاع خرابه. چون حتما شما دیدید، من دیدم، خدا قسمت شما نکن. زنده باشید. اگر ندیدید خدا قسمتتون نکن. من دیدم بعضیا که عصبانی میشن بعدش با تفاخر میگن ما آدم عصبانی هستیم، یعنی تازه تفاخرم میکنه. من بی‌عصابم استاد. آره من بی‌عصابم ندارم، یه چیزی بهت میگم. اینا دیگه خیلی از مرحله پرتن. خدا بهشون رحم کنه. یک راهکاری هم من به ذهنم میاد با شما به اشتراک بذارم، ببینید به درد میخوره. وقتم تموم شد، حالا فقط تایید کنید یا رد بکنیم. روزه گرفتن میتونه به نظرم ورزیده کنه ما رو تو صبر. همینطوره، روحو ورزیده میکنه. بله. آره که آدم ما بتونیم زود از کوره در نریم. بله. صبور بشیم، بردبار بشیم تو زندگی. بله. تو بخش سلامت روان یکی از راههای به دست آوردن بعضی از صفت‌ها از جمله صفت صبر روزه گرفتن. آره. بله تو بخش سلامت روان که بحث میکنیم این هست. مثلا این واستعینوا بالصبر. بله. صبر و روزه. بله همینطوره که فرمودید. خیلی ممنونم، عرض کردم. وقت تموم شد، نکته باقی مونده؟ نه جلسه بعد عرض می‌کنیم. زنده باشین. خیلی استفاده کردیم و حظ بردیم. ممنون ندارین. سلامتی وجودتون. محبت دارید همچنین برای شما. خیلی ممنونم کتاب‌های مرحوم خودتون رو تماشا کردین. با این امید و آرزو که هممون تو زندگیام
تو موقعیت‌های حساس اهل صبر و بردباری و خویشتن‌داری باشیم. به برکت دعای امامزادگان عزیزمون که محضرشون هستیم و خدا کنه که برنامه رو هم شما هم ایشان از ما پذیرفته باشن. التماس دعا یا حق. خداحافظ.